به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا و شیرین شروع میکنیم. آشنایی با سوجوک و موکسا، نوشته پلامن ایوانوف و ترجمه فرهاد فروغمند هستش. این کتاب خیلی جالبه، خیلی زیباست. بهتون پیشنهاد میکنم حتما یک دور این کتاب به صورت کامل بخونید و با روش‌های بسیار زیبایی که برای درمان انواع بیماری‌ها بدون داروهای شیمیایی هستش پی ببرید و آشنایی بشید. مقدمه مترجم. روش درمانی سوجوک اولین بار در سال 1987 میلادی توسط یک متخصص طب سوزنی به نام دکتر پارک جیوو به دنیا معرفی گردید. کاربرد این روش برای همگان با هر سطحی از دانش امکان پذیر است و خواننده پس از مطالعه کتاب خود تایید خواهد نمود که بهره‌گیری از آن کاملاً بی‌ضرر است. ولی متاسفانه هیچ منبع علمی به زبان فارسی برای آن مشاهده نشد. لذا از آنجایی که با استفاده از آن به نتایج بسیار خوبی رسیده بودم و معرفی آن را به فارسی زبانان ضروری می‌دانستم، لازم دیدم بر ترجمه کتاب حاضر همت گمارم. مرداد 1389 فرهاد فروغمند. لطفاً با من همراه باشید تا این کتاب زیبا رو با هم کشفش کنیم. کتابی که حتماً در زندگی به دردتون میخوره اگر داشته باشینش و در مواقع لزوم ازش استفاده کنید. روش درمانی سوجوک کشف جدیدی در عرصه پزشکی و از اهمیت ویژه‌ای برای انسان‌ها برخوردار است. این روش توانسته است خود درمانی و مراقبت از خود را به سطح نوین و بالاتری ارتقا دهد. از آنجایی که بسیار ساده و استفاده از آن برای همگان امکان پذیر می باشد، این امکان فراهم آمده است که به بسیاری از بیماری‌هایی که درمان آنها نیازمند به کارگیری روش‌های پرخرج توسط افراد حرفه‌ای بوده است، با موفقیت و با کمترین دانش پزشکی در منزل افراد پرداخت. سوجوک از تمامی روش‌های خود درمانی بسیار فراتر می‌رود. به علاوه خیلی هم مؤثرتر از گروه کثیری از شیوه‌ها و داروهایی است که به منظور درمان انواع بیماری‌ها در پزشکی غربی به کار می‌روند، ولی متأسفانه هنوز در حد شایسته‌ای شناخته نشده است. دلیل اصلی آن هم این است که علی‌رغم اینکه ریشه‌های این روش را باید در گذشته‌های خیلی دور جستجو نمود، ولی در واقع روش جدیدی محسوب می‌گردد. این روش اولین بار توسط دکتر پارک جیوو در کره جنوبی کشف شد و اولین گزارش‌های علمی مربوط به آن به سال 1987 باز می‌گردند. از آن تاریخ تا کنون استفاده از آن همواره رو به گسترش بوده است، هرچند که فرایند آشنایی جهانیان با آن طولانی، پیچیده و مستلزم تفکر است و احتمالاً ده‌ها سال به درازا می‌کشد. ولی به هر حال روزی فرا خواهد رسید که استفاده از آن جزئی از زندگی روزمره میلیون‌ها تن از ساکنان کره زمین خواهد گشت. نویسنده این سطور احترام ویژه‌ای برای پدید آورنده سوجوک یعنی دکتر پارک قائل و امیدوار است که با نگارش این کتاب گامی در جهت آشنایی مردم دنیا با آن برداشته باشد. به طور خلاصه هدف از انتشار این کتاب این بوده است که اطلاعات مهم به شکلی کوتاه، ساده و قابل درک در دسترس مردم قرار گیرند، به نحوی که آنان بتوانند بدون کمک دیگران عملاً از آن استفاده کنند. اطلاعات لازم به شکلی نوین ارائه گردند. برخی جزئیات کاربردی که در درمان مهم هستند و در کتاب‌های پیشین ذکری از آنها به میان نیامده بود بیان شوند. توجه مردم به تأثیر استفاده از موکسای بدون دود و راحتی این کار
جلب گردد. بر استفاده توامان از سوجوک و طب سوزنی تاکید شود. دستورالعمل‌های طب سوزنی یا سنتی به شکلی تغییر یابند که مردم عادی هم بدون اینکه دانش طب سوزنی را داشته باشند بتوانند از آن بهره ببرند. روش درمانی سوجوک شامل 2 سطح است که از لحاظ پیچیدگی و شیوه نگرش به فرایند درمان با هم تفاوت دارند. شامل کار بر روی چند خرد سیستم طب سوزنی است که بر روی دستها و پاها قرار دارند. این سیستم‌ها شبیه به تصاویر مینیاتوری بدن و آینه‌ای از وضع سلامتی اعضای بدن هستند و در واقع بیماری اعضا می‌توانند فعالانه بر آنها اثر گذارند. اولین سطح سوجوک برای افراد عادی که فاقد دانش پزشکی هستند مناسب است و هر کسی می‌تواند آن را ظرف چند ساعت فرا گیرد. در این کتاب 2 سیستم درمانی مربوط به سطح اول یعنی سیستم متناظر اصلی و سیستم متناظر حشره‌ای به طور خلاصه شرح داده می‌شوند. به نظر نویسنده این سطور آگاهی از این 2 سیستم برای مردمی که آموزش خاصی برای درمان ندیده‌اند و امکان دریافت کمک نیز ندارند مناسب و مکفی میباشد. این کتاب نیز به همین منظور به نگارش درآمده است. سوجوک در واقع شیوه درمانی مستقلی میباشد که بر پایه مابعدالطبیعه شکل گرفته است. پیچیده‌تر از سطح قبلی است و فراگیری آن مستلزم آگاهی از برخی اصول فلسفی و نظری که سنگ بنای شیوه‌های شفابخشی شرقی هستند میباشد. در طول سالهایی که از کشف سوجوک می‌گذرد، دکتر پارک شیوه خود را به حدی ارتقا داده که به سیستم شفابخشی همگانی که آن را اونوری یا اونوری مینامد رسیده است. آن دسته از خوانندگانی که مایلند اطلاعات افزون‌تری داشته باشند و با فلسفه، نظریه و طرز کار طب اونوری و خصوصاً طب سوجوک بیشتر آشنا شوند، بهتر است به کتاب‌های ایشان مراجعه نمایند. در آن کتاب‌ها گزارش‌های آماری، علمی و بالینی متعددی از مؤسسات پزشکی مختلف ذکر شده‌اند که امکانات قابل توجه این شیوه درمانی و گستره وسیع کاربردهای آن را مورد تأکید قرار می‌دهند. ارزش کار استاد. روش درمانی سوجوک تاکنون در حوزه طب سوزنی ناشناخته مانده بوده است. این روش ساده و مؤثر را هر کسی می‌تواند به کار گیرد. در آن فقط از نقاط دست و پا استفاده می‌شود. سو در زبان کره‌ای به معنی دست و جود به معنی پا میباشد و این نام کاملا با مسماست. خرد سیستم‌های تشخیصی و درمانی متعددی قبل از پیدایش سوجوک بر روی دست و پاها شناخته شده بودند، ولی بیشتر به اجزایی مستقل شبیه بودند و اجازه نمیدادند که تصویر کلی موضوع در ذهن آدمی نقش ببندد و فقط به برخی نکات مهم اشاره می‌کردند. سوجوک این اجزا را به نحوی در کنار هم گذاشت که امکان درک کامل و شفاف پدید آمد و لذا این امکان را به همگان داد تا به شکلی بسیار مؤثر و در عین حال ساده راهی به سوی سلامتی بیابند. این سادگی و برخی ویژگی‌های پیچیده سوجوک باعث شدند که یکی از مهمترین کشفیات قرن 20 در زمینه پزشکی ظهور یابد. بعضی از دلایل این ادعا به شرح زیر هستند. سوجوک به طرزی استثنایی ساده است. میتوان ظرف چند ساعت آن را در حدی آموخت که بتوان استفاده کرد. درک آن به حدی آسان است که در روسیه که استفاده از آن به سرعت گسترش یافت، حتی در برخی مهد کودک‌ها نیز به کار گرفته شده است و از سال 1997 نیز در بسیاری از مدارس دوره راهنمایی درس داده می شود. برای استفاده از سوجوک نیازی به مدرک پزشکی نیست. اساساً برای خوددرمانی شکل گرفته است و هر کسی می تواند در منزلش از آن بهره گیرد.
بنا به گفته پروفسور ژانایدروف، رئیس انجمن سوجوک و طب سوزنی قزاقستان، سوجوک عملاً مرز بین خوددرمانی که پزشکی رسما آن را مردود می‌شمارد و روش‌های بهداشتی و پیشگیری را که باید مورد تشویق واقع شوند برداشته است. استفاده از سوجوک نیازمند شرایط خاص، تجهیزات یا ابزارهای گران قیمت نیست و می‌توان آن را در هر زمان، هر جا و توسط هر کسی به کار گرفت. استفاده از روش درمانی سوجوک کاملا بی خطر است. می توان بدون هیچ گونه نگرانی و محدودیتی از آن بهره برد، چون تنها یک نوع تاثیر دارد و آن هم در جهت بهبودی است. اگر آن را به درستی انجام ندهید به هیچ وجه ضرری نمی رساند و صرفاً بی تاثیر خواهد شد. هیچ محدودیت سنی برای استفاده از آن وجود ندارد. از 5 ساله تا 95 ساله می توانند آن را به کار گیرند. سوجوک را می توان برای درمان تمامی اعضای بدن، مفاصل و به عبارتی برای هر سانتی متر مربع از بدن به کار گرفت. در واقع باید گفت که همه بیماری ها را می توان به کمک سوجوک درمان نمود. این کار هیچ محدودیتی ندارد و هیچ مخالفتی هم با آن ابراز نشده است. با وجود سادگی، گزارش‌های آماری و علمی و همچنین مشاهدات بالینی حاکی از آن هستند که کارایی آن برای اکثر بیماری‌ها نه تنها اغلب اوقات با استفاده از داروها قابل مقایسه است، بلکه گاهی از آنها هم افزون‌تر میباشد. درصد بازگشت بیماری‌ها ابتلای مجدد نیز به شکل محسوسی کمتر است. روش درمانی سوجوک برای بسیاری از بیماری‌های مزمنی که درمان آنها با روش‌های شناخته شده دشوار و یا غیر ممکن است نیز مؤثر میباشد. سوجوک با هر روش درمانی دیگری سازگار است. اگر آن را به همراه داروهای شیمیایی یا گیاهی و یا سایر داروها به کار ببریم، سرعت فرایند شفابخشی را بسیار بیشتر می‌نماید. اگر به همراه داروها استفاده شود، می‌تواند به کاهش میزان داروی مورد نظر و لذا کمتر شدن خطرات احتمالی آنها منجر گردد. در بیماری‌های حاد، اگر نتوان از کمک‌های اولیه فوری و مؤثر بهره برد و یا خدمات درمانی در دسترس نباشند، استفاده از سوجوک می‌تواند جان انسان‌ها را نجات بخشد. در کشورهای فقیر که همگان امکان استفاده از خدمات درمانی با کیفیت را ندارند و یا در مناطقی که دسترسی به چنین خدماتی دشوار است و تنها راه موجود خود درمانی است، سوجوک هیچ رقیبی ندارد. تا به حال در تاریخ بشریت هیچ روش درمانی یا پزشکی وجود نداشته است که تا به این حد ساده و عملی و گستره کاربرد آن تا به این اندازه وسیع باشد. البته ادعا نمی شود که سوجوک می تواند به شکلی خارق‌العاده برخی بیماری‌های لاعلاج را درمان کند، بلکه آنچه که می گوییم این است که این روش قادر است به عده کثیری از مردم جهان در مقابله با ناخوشی‌های متداولی که در زندگی روزمره با آنها روبرو هستند کمک شایانی بنماید. به همین علت هم هست که آن را میتوان یکی از بزرگترین کشفیات پزشکی قرن 20 نامید. متاسفانه اطلاعاتی که راجع به توانایی‌های سوجوک به عنوان یک روش خوددرمانی در دسترس مردم است جامع و برای عموم مردم قابل درک نیستند و لذا کمتر مورد استفاده عملی واقع می‌شوند. امید داریم که انتشار این کتاب بتواند تا حدی کمبودهای موجود را برطرف سازد. این روش تنها چند سال پس از شکل‌گیری آن مورد قبول بسیاری از جهانیان واقع شد. در این زمان نسبتاً کوتاه انجمن بین‌المللی طب سوزنی و سوجوک بنیاد نهاده شده است. هزاران تن از متخصصان طب سوزنی در ده‌ها کشور مختلف آن را در مطب‌های پزشکی به کار می‌گیرند. تقریباً در تمامی منابع علمی و بین‌المللی مربوط به طب سوزنی گزارش‌هایی که
حاکی از نتایج مثبت حاصل از استفاده از سلوک هستند یافت می‌گردند. اعتبار آن به عنوان یک روش خوددرمانی با سرعت زیادی در بین مردم جهان رو به ازدیاد است. اصول درمان با سلوک: سیستم‌ها و مناطق متناظر. بدن انسان سازوکار پیچیده‌ای دارد. همه اعضای آن دائما در ارتباط نزدیک با هم هستند و به منظور کارایی صحیح پیوسته باید اطلاعاتی را با هم مبادله نمایند. به هر گوشه‌ای از بدن بدون انقطاع اطلاعاتی راجع به تمامی قسمت‌های دیگر می‌رسد و در همان حال اطلاعاتی نیز از آن صادر می‌گردد. این تبادل اطلاعات و همینطور ذخیره آن توسط سیستم‌های متناظر صورت می‌پذیرد. سیستم‌های متناظر به شکل تصاویر اعضای بدن بر روی تمامی بخش‌های مستقل بدن و سرشار از اطلاعات هستند. شبیه تصاویر کوچکی از بدن انسان هستند و به نحوی تغییر شکل یافته‌اند که بتوانند بر روی اعضای مورد نظر جای گیرند. سیستم‌های متناظر در گوش‌ها، سر، پاها، دست‌ها، اعضای داخلی، زبان، ابروها و دیگر اعضای بدن و حتی در هر سلول وجود دارند. از آنجایی که هر عضو در سیستم متناظر شبیه به تصویر کوچک شده آن است، تمامی اعضای بدن در هر سیستم منعکس می‌شوند. مناطق سیستم‌های متناظر که به اعضای به خصوصی مربوط می‌گردند، مناطق متناظر نامیده می‌شوند. هر عضو و یا هر بخشی از بدن منطقه متناظری در تمامی سیستم‌های متناظر دارد. برای مثال، معده منطقه متناظری در سیستم‌های متناظر واقع در گوش‌ها، چشم‌ها، پاها و سایر سیستم‌های متناظر دارد. سیستم‌های متناظر پیوسته در حال تبادل اطلاعات هستند. هر یک از آنها اطلاعات جامعی راجع به اجزا و شرایط فعلی آنها دارد. از آنجایی که از تمامی اعضای بدن اطلاع دارند، می‌توان وضعیت سلامتی افراد را از طریق آنها تحریک نمود. سازوکار این تحریک به شکل زیر است: هرگاه عضوی بیمار گردد، علامتی که حاکی از این مشکل باشد به تمامی سیستم‌های متناظر می‌رسد. سیستم‌های متناظر که همچون یک یا چند شکل کوچک شده عضو مزبور هستند، در برابر بیماری عکس‌العمل نشان می‌دهند. اگر بر روی آنها فشاری وارد آوریم درد می‌گیرند و فرد بیمار هم این نقاط دردناک را تشخیص می‌دهد. در این کتاب نیز با همین نام به آنها اشاره می‌کنیم. مثلا اگر کلیه بیمار شود، نقاط دردناکی در مناطق متناظر آن در گوش‌ها، دست‌ها، پاها، زبان، بینی، انگشتان و سایر بخش‌های دیگر بدن که مستقل از کلیه هستند پدید می‌آید. مشابه همین اتفاق به هنگام بیماری معده به وقوع می‌پیوندد و نقاط متناظری بر روی چشم‌ها، کبد و دیگر اعضای بدن درد می‌گیرند. مردم در زندگی روزمره به صورت تصادفی و نامنظم همواره در حال تحریک یک یا چند سیستم متناظر و نقاط دردناکی که به خاطر بیماری پدید آمده‌اند میباشند. وقتی کلاه بر سر میگذارید، در واقع فشار مختصری بر بخشی از مناطق متناظری که بر روی سر قرار دارند وارد میآورید. هنگام راه رفتن نیز به مناطق متناظر در پاها فشار میآید. اگر با دستان خود کاری انجام دهید، مناطق متناظر روی آنها تحریک می‌گردند. در نتیجه این تحریکات نقاط دردناکی که روی مناطق متناظر قرار گرفته‌اند، پیام‌هایی که حاکی از شفابخشی هستند به سوی عضو بیمار می‌فرستند. بدین ترتیب پیام‌های شفابخش از قسمت‌های متفاوتی از بدن و از جانب سیستم‌های متناظر مختلف به عضو بیمار ارسال می‌گردند. این کار موجب فعال شدن سازوکارهای تنظیم کننده‌ای که باید با بیماری مقابله نمایند می‌شود. پیام‌های شفابخشی که ناشی از فعالیت‌های روزمره انسان‌ها هستند،
به شکلی تصادفی و نامنظم ایجاد می شوند. اگر سلامتی افراد کمی به خطر افتاده باشد، این پیام‌ها برای جلوگیری از تشدید مشکل کفایت می‌نمایند. ولی به هنگام بروز اختلالات شدید و یا کم تحرکی افراد، این پیام‌ها کافی نخواهند بود. در این حالت بیماری تشدید خواهد شد. لذا اگر شدیداً بیمار باشیم و بخواهیم بهبودی حاصل نماییم، باید از طریق تحریکات عمدی و جهتدار نقاط دردناک در سیستم‌های متناظر پیام‌های شفابخش قدرتمندی ایجاد کنیم. سوالی که در اینجا به ذهن می‌رسد این است که تحریک کدام یک از سیستم‌های متناظر مؤثرتر است و می‌توان با کارایی بیشتری از آن بهره برد؟ کدام یک از سیستم‌ها اطلاعات اعضا را بهتر در خود ذخیره کرده‌اند؟ تجربیاتی که تا به حال به دست آمده‌اند حاکی از آن هستند که سیستم‌های متناظری که بر روی دیگر اعضای بدن هستند و بیشترین شباهت را به بدن انسان دارند، پیام‌های شفابخشی را بیشتر ارسال می‌دارند. این اعضا همان دست‌ها و پاها هستند که شباهت ساختاری جالبی با بدن دارند. به علاوه به خاطر تماس با محیط بیش از سایر اعضا پیام‌های شفابخش می‌فرستند. گویی طبیعت به شکلی آگاهانه کاری کرده است که مؤثرترین مناطق همانهایی باشند که بیشتر هم مورد تحریک واقع می‌گردند. به همین دلیل پیام‌های شفابخشی که از جانب دست‌ها و پاها ارسال می‌شوند قوی‌تر و مؤثرتر از پیام‌های اکثر سیستم‌های متناظر دیگر هستند. روش درمانی سوجوک نیز کلاً بر پایه سیستم‌های متناظر واقع بر دست‌ها و پاها بنا شده است. سطح اول آن به سادگی و حتی توسط افراد فاقد تحصیلات پزشکی قابل استفاده است و شامل چند سیستم متناظر شفابخش میباشد. از دیدگاه کاربردی مهمترین سیستم‌ها عبارتند از سیستم متناظر اصلی و سیستم متناظر حشره‌ای. مندرجات این کتاب به شرح همین دو سیستم محدود می‌شوند چون کاملاً مناسب استفاده شخصی و از کفایت لازم برای این منظور برخوردار هستند. سطح دوم یا بالاتر سوجوک روش درمانی خاصی میباشد که بر پایه مابعدالطبیعه بنا گشته است. پیچیده‌تر از سطح اول و اطلاع از طب سوزنی برای آموزش و تبحر در آن ضروری است. اما سیستم متناظر اصلی ساختار دست‌ها و پاها به شکل تقریباً کاملی مشابه ساختار بدن انسان است. برای اینکه تصویر ذهنی از آن به دست آورید کافی است کف دست را به نحوی در مقابل خود بگیرید که انگشت شست رو به بالا باشد. شباهت خیره کننده آن با بدن آشکار است و مناطق متناظر اعضا و قسمت‌های مختلف بدن به وضوح و به شکلی منطقی بر روی آن قابل شناسایی هستند. انگشت شست متناظر با سر و گردن است. انگشت‌های دوم و پنجم به دست‌ها مربوط می‌شوند. انگشت‌های سوم و چهارم به پاها مربوط می‌شوند. بند انگشتان دقیقاً به مفاصل دست‌ها و پاها برمیگردند. کف، پشت و مچ به بخش فوقانی قفسه سینه مربوط می‌شوند. مناطق متناظر اعضای داخلی بر طبق شباهت‌های آنها بر روی کف دست و پا واقع شدند. وقتی کسی بیمار می شود، یک یا چند نقطه دردناک نقاط فشار در سوجوک بر روی دستها و پاهایش و مطابق با سیستم‌های متناظر عضو بیمار پدیدار می گردند. تحریک این مناطق اثر شفابخش آشکاری دارد. این تحریک را می توان به فشار دادن دکمه‌های دستگاه کنترل تلویزیون تشبیه نمود. فشار هر دکمه علامتی به سوی عضو بیمار می فرستد که موجب آغاز فرایند شفا می گردد. اثر شفابخشی که بدین ترتیب حاصل می گردد بسیار قوی و سریع است. توجه: پاها بیش از دستها در زندگی روزمره تحت فشار قرار می گیرند. لذا اثر شفابخشی ناشی از تحریک نقاط سوجوک پاها بیشتر است. سیستم متناظر حشره‌ای
انگشتان دست و پا هم بخشی از دست و پا هستند و هم مستقل از آنها به حساب می‌آیند. در هر بخش مستقل بدن از جمله تک تک انگشتان دست و پا سیستم متناظر شفابخشی وجود دارد که مشابه با بدن و متناظر با آن است. هر عضو یا بخش بدن منطقه متناظر خود را در سیستم متناظر هر انگشت دست یا پا دارد. اگر عضوی بیمار گردد، نقاط دردناکی در تک تک انگشتان دست و پا پدیدار می‌گردد. تحریک این نقاط اثر شفابخشی مشابه تحریک نقاط دردناک سیستم متناظر اصلی دارد. بدن حشرات از 3 بخش تشکیل می شود: سر، سینه و شکم. سیستم های متناظر واقع بر انگشتان دست و پا نیز به همین شکل هستند. سر و گردن بر روی اولین بند انگشتان منعکس می شوند. سینه بر روی دومین بند انگشتان منعکس می شود و شکم بر روی سومین بند منعکس می شود. و همین دلیل است که این سیستم را سیستم متناظر حشره‌ای نامیده‌اند. دست‌ها به شکل خم شده در کنار بند دوم و پاها به شکل خم شده در کنار بند سوم انگشتان منعکس می شوند. توجه: در سیستم حشره‌ای نیز پیام‌های شفابخشی که از نقاط سوجود واقع بر پاها ارسال می شوند از پیام‌های مربوط به دست‌ها قوی‌تر هستند. مناطق متناظر اولیه و ثانویه. بدن به 2 نیمه چپ و راست تقسیم می‌گردد. هر سیستم متناظر نیز 2 نیمه دارد که متناظر با سمت چپ و راست بدن هستند. برای تشخیص نیمه‌های چپ و راست در سیستم‌های متناظر اصلی باید دست‌ها یا پاها را به نحوی بگیرید که انگشتان رو به پایین و کف دست‌ها و پاها رو به خود شخص باشند. همینطور که از شکل نیز پیداست، تصویر سمت راست بدن بر سمت راست دست‌ها و تصویر سمت چپ بدن بر سمت چپ دست‌ها منعکس می‌شوند. برای تشخیص نیمه‌های چپ و راست در سیستم متناظر حشره‌ای باید دست‌ها یا پاها را به نحوی بگیرید که انگشتان رو به بالا و کف دست‌ها و پاها رو به خود شخص باشد. تصویر سمت راست بدن بر سمت راست انگشتان و تصویر سمت چپ بدن نیز بر سمت چپ انگشتان منعکس می شوند. مثلا کبد، کیسه صفرا، پای راست، دست راست، چشم راست، گوش راست و امثال هم اعضایی هستند که در سمت راست بدن قرار گرفتند. لذا مناطق متناظر اولیه آنها نیز در دست و پای راست و مناطق متناظر ثانویه آنها در دست و پای چپ واقع شدند. تمامی اعضای بدن در هر 2 سیستم هم بر روی دست و پای چپ و هم بر روی دست و پای راست مناطق متناظری دارند. آن دسته از مناطق متناظری را که در همان سمتی هستند که عضو مربوطه واقع شده است مناطق اولیه و مناطق متناظری را که در سمت دیگر واقع شده اند مناطق ثانویه می‌نامیم. مثلا قلب، طحال، پای چپ، دست چپ، چشم چپ و امثال هم در سمت چپ بدن هستند. لذا مناطق متناظر اولیه آنها در دست و پای چپ و مناطق متناظر ثانویه آنها در دست و پای راست واقع شدند. مناطق متناظر اولیه به اعضای مربوطه نزدیکترند و شاید هم به همین دلیل تأثیر بیشتری دارند. اگر قصد دارید منطقه ای را برای تحریک نمودن انتخاب کنید، استفاده از آنها ارجح است. سیستم متناظر اصلی بر روی دست‌ها و پاها و سیستم متناظر حشره‌ای بر روی انگشتان واقع شدند. ولی باید توجه داشته باشید که انگشتان خود بخشی از دست و پا به حساب می‌آیند. به عبارت دیگر، سیستم متناظر حشره‌ای در بخشی از سیستم اصلی قرار گرفته است. همانطور که قبلا هم ذکر شد، سیستم‌های متناظر در تمامی اعضای مستقل بدن وجود دارند، ولی برخی از اعضا خود بخشی از اعضای دیگر هستند. مثلا دست، پا عضوی از بدن است، ولی انگشتان هم عضوی از بدن و هم بخشی از دست هستند. لذا باید به تکرار سیستم‌های متناظر توجه کنید.
1 بار در تمامی دست و پا و 2 بار در هر انگشت. این بدین معناست که در هر بخشی از دست و پا در مناطق متناظر اعضای مختلفی منعکس شدند. مثلا بر اساس سیستم متناظر اصلی کف پای راست بر اولین بند انگشت میانی منعکس می‌گردد، ولی بر اساس سیستم حشره‌ای سر در آنجا منعکس شده است. شرایط مشابه نیز برای برخی سیستم‌های متناظری که بخشی از سیستم متناظر اصلی هستند وجود دارد. مثلا مناطق مربوط به قفسه سینه چنین حالتی دارند. قفسه سینه از طرفی بر کف دست منعکس می شود، ولی اگر به انگشت دست توجه کنیم کف دست نیز به دنبال آن است. بدین ترتیب پیداست که مناطق متناظر مربوط به اعضای قفسه سینه با مناطق مربوط به قسمت‌های زیرین شکم همپوشانی می‌یابند. شاید شرح سیستم‌های متناظر در نگاه اول کمی گمراه کننده باشد، ولی با توجه به مثال فوق مشخص می‌شود که اگر کف پای راست ناخوش شود، بر طبق سیستم متناظر اصلی نقطه دردناکی در اولین بند انگشت میانی دست راست پدید می‌آید. اگر بخشی از سر مثلا بینی